پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز 3-4 تا موضوع عجیب و غریب و البته با ربط به هم دیگه براتون داریم که کلا یه آش شعله قلمکاری شده این مستند امروز ما. اول راجع به ماجرای نامزدی علی انصاریان با یک خانم بازیگر با شما صحبت میکنیم که خیلی تو طول 1-2 ساعت گذشته اخبارش وایرال شده و طوفانی از حاشیه‌ها رو به همراه داشته، چرا که مرحوم علی انصاریان همیشه عنوان کرده بوده که به عشق مادرش ازدواج نمیکنه. حالا توی خبرها اومده که 5 سال با یکی نامزد بوده که راجع به این قضیه صحبت میکنیم. یه قسمتی دیگه از این مستند رو به آهنگ جدید ساسی اختصاص دادیم که با خانم الکسیس تگزاس ویدیوش اومده بود بیرون و خیلی هم سر و صدا کرده بود. حالا متوجه شدیم که قسمتی از این آهنگ هم کپی و اسکی هستش از آهنگ مهراد جمع که به اون هم میپردازیم و همچنین موضوع دیگه‌ای که بود موضوع فیلم ابد یک روز بود، همون سکانس معروفی که ساسی شبیه سازیش کرده بود و آهنگساز این فیلم سینمایی آقای امید رئیس‌دانا که یه سری توضیحات راجع به این موسیقی این سریال و این فیلم سینمایی داده بودن که میپردازیم به همه این موضوعات. اما قبل از اینکه من این برنامه رو شروع بکنم یا لطف بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر هم گوشتون فارسی هستش روی دکمه مشترک شدن بزنید. اگر هم قبلا سابسکرایب کردید، به خاطر اینکه بیشتر مخاطبای ما از داخل ایران هستن من این جمله رو مدام تکرار میکنم. اکثر این افراد از VPN و فیلتر شکن‌های رایگان و فری استفاده میکنن و توسط یوتیوب ربات تشخیص داده میشه. لطفاً سابسکرایباتون رو چک بکنید، یه لایک یا حتی دیسلایک یا کامنت برای ما بذارید، ممنون میشم، به خاطر اینکه یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما میخوایم شروع بکنیم این مستند رو از ماجرای نامزدی علی انصاریان با یک بازیگر خانوم و ماجرا هم از اینجا شروع شد که خانم آسیه اسدزاده، یکی از بازیگرایی که آنچنان و معروف و مشهور نیستن، یک پست در اینستاگرام خودشون منتشر کردن و دلتنگی کردن نسبت به علی انصاریان و گفتن که دلم برات تنگ شده علی جون، آن بوسه و آن نگاه آخر و آن خداحافظی آخر و آن نگاه آخر و آن کلام آخر و چنین و چنان رو اومدن در اون پست عجیب و غریب عاشقانه خودشون مطرح کردن و عنوان کردن که 5 سال با علی انصاریان نامزد بودن و این هم در نوع خودش جالب و عجیب و غریب بود. بعد از اون هم خبرگزاری ها و رسانه ها و افراد مختلف نسبت به این قضیه صحبت کردن، ولی خانواده علی انصاریان به شدت این قضیه رو تکذیب کردن. گفتن که علی انصاریان نه تنها نامزد نکرده، با کسی هم تو ارتباط نبوده در طول حتی این چند ماه گذشته. حالا نمیدونیم که این خانم این کلمه نامزدی و نمیدونم ازدواج و چیزهای مختلف از کجاش در آورده و به شدت خانواده‌اش تکذیب کردن. اما نکته‌ای که وجود داره این سبک از حاشیه سازی هستش که عموماً واسه افرادی که فوت میکنن بعد از مرگشون اتفاق میفته و کلا یک روش و تکنیک واسه فالوورگیری و جلب توجه شده و ما حتی در طول سالهای گذشته هم اگه یادتون باشه قضیه مرحوم مرتضی پاشایی رو داشتیم که یه خانم اومد گفتش که آره من نامزد بودم، یه جای دیگه اومده بود گفت که من همسر مرتضی پاشایی بودم و با این آقا توی یه خونه زندگی میکردم و خلاصه
از این صحبت‌ها. ولی خب خانواده مرتضی پاشایی شدیداً این قضیه رو تکذیب کردن و یه روش و یک تکنیکی شده که حالا بیان و راجع به این موضوعات اظهار نظر بکنن و یه نون و فالووری دور هم دیگه میخورن. حالا چه لزومی داره اصلا این خانم بازیگر بیاد این قضیه رو مطرح بکنه؟ اونم هنوز 40 این بنده خدا هنوز نرسیده و اگه شما یه عشق ابدی داری، یه چیز ابدی داری، بذار تو دلت باشه. چه لزومی داره که این قضیه رو به پابلیک بکنین که بعدش هم که این پست رو منتشر کرد وقتی مورد حمله و هجوم مردم قرار گرفت کلا پیج اینستاگرامش رو پاک کرد رفت. حالا نمیدونم اگه دوباره برگشته باشه، اونم بعد بریم چک بکنیم. تو این لحظه که من دارم این برنامه رو ضبط می‌کنم پیجشون رو بستن، وگرنه خب جز واسه فالوور و جلب توجه، جز واسه اینکه تو چشم اومدن چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه. این از موضوع اول در خصوص مرحوم علی انصاریان. و موضوع دوم راجع به آهنگ جدید ساسی مانکن بود، از تهران تا توکیو. نکته‌ای که وجود داشت، خیلی از افراد ابراز نگرانی کرده بودن، گفته بودن که آره امام و انقلاب اسلام به خطر افتاده. حتی بحث فیلتر شدن اینستاگرام مطرح شد. افراد زیادی نسبت به موزیک ویدیوش واکنششون دادن به خاطر اینکه یک پورنستا رو آورده بود توی این موزیک ویدیوش، خانم الکسیس. که خونه نیستیم و پارتی میکنیم سومایه جان وای نرو سومایه، چه بدنی داری سومایه، علف میزنی سومایه، اوبر نزنی سومایه. و خلاصه جنجال های عجیب و غریبی رو تولید کرده بود این موزیک ویدیو. حالا جدا از اینکه من بخوام بپردازم به اینکه حالا این آهنگ جدید ساسی اسکی بوده از آهنگ مهراد جمع، نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه افراد درگیر موضوعات فرهنگی هم میگن فرهنگ یک جامعه مورد هدف قرار گرفته، آی بزنیم فلان کارو بکنیم و چنین و چنان. اما هیچ وقت نمیان تولید کننده های محصولات فرهنگی رو مورد حمایت قرار بدن. نمونهش آقای امید رئیس‌دانا که اومده بودن و موسیقی فیلم سینمایی ابد و یک روز رو ساختن. همون فیلم سینمایی که یه تیکه از سکانسش رو ساسی شبیه سازی کرده بود برای موزیک جدیدش، یعنی همون تهران تا توکیو. و جالب اینجاست که آهنگ‌های و موسیقی سریال ابد و یک روز ساخته آقای امید رئیس‌دانا در کانال‌های تلگرامی، تنها در 2 تا از کانال‌های تلگرامی بیش از 800,000 بار دیده شده. و یه توییت هم آقای امید رئیس‌دانا نسبت به این قضیه زده بود و گفته بود که مالک مادی و معنوی این موسیقی ها من هستم به عنوان سازندهش، ولی دریغ از یک ریالی که من بتونم پول در بیارم و یه پوست پیاز هم بهش ندادن. خیلی رک به شما بگم. و حرفم این هستش که اگه یه عده نگران فرهنگ جامعه، نگران محصولات فرهنگی که توسط هنرمندای زحمتکشمون تو ایران هم تولید میشن باشن، حداقل یه قانون کپی رایت ریز بذارن. به کسی بر نمیخوره، ولی خب چون قانون کپی رایت نداره و اون قسمت سکانس نمیدونم ساسی مانکن مشکل ایجاد کرده، اونو گرفتن بقیه موضوعات ول کردن. حالا هرچند من نمیدونم که کپی رایت همون سکانس رو هم ساسی پرداخت کرده به کارگردان ابد و یک روز یا نه، چون اونم یه بحث هستش دیگه، چون شبیه سازی درونش صورت گرفته و از اون المان استفاده کرده دیگه که عمرن پرداخت کرده باشه. هیچ کسی هم به این قضیه اشاره نکرده. اما قسمتی از آهنگ ساسی از تهران تا توکیو اسکی از آهنگ کاپوچینو مراد جمع، بریم ببینیم. همه باشگاه میزنم وزن سنگین، صدا بارو بلند جیغ رو فاز موزیک کمه برقصید دیگه باید بذاریم کنار حالا شنبه ایشالله. ای تو روح تو بابا چقدر دیکلت خوبه تو بابا، چه بدنت ردیف تو بابا. از اون طرف یه عده معتقدن که آهنگ کاپوچینو مراد جمع هم کاور یا اسکی آهنگ مسخره بازی تتلو بوده. این اعتقاد یه عده از دوستان موسیقیدان و حالی فن هستش. خلاصه کپی تو کپی شده، یه نونو کپی و کاور اسکیه که دور هم دیگه میخورن افراد و این هم در نوع خودش عجیب و غریب هستش. خواستم به شما بگم که در این دنیای واقعی و مجازی همه چیز عوض شده. به جای اینکه بخوان از محصولات فرهنگی حمایت بکنن، درگیر موضوعات فرهنگی هن. از اون طرف اسکی تو اسکی میشه، از اون طرف کسی فوت میکنه میان
خودشون رو میچسبونن به اون شخص به عنوان نامزد و همسر و چنین و چنان و نمیدونم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بود. اگر دوست داشتید نسبت به این موضوعات واسه ما کامنت بذارید و ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم نسبت به این موضوعات بدونیم. مرسی از شما.